دیوار چه میگذره؟ یو سلام دوستان، چه خبر؟ خوبید؟ امروز اومدیم دیوار رو بگردیم. پارت اولشه. داشتم دیوار رو میگشتم که به یک آگهی خیلی عجیب برخوردم. گوسفند آگهی کردن. آقا تو دیوار که دیده بودین کسی تو دیوار گوسفند آگهی کنه؟ بعدشم عجیبش اینجاست، قیمتشو ببینید، داده 300,000 تومن. اگه واقعا دونه 300,000 تومن باشه یارو گاوه، اگه کلن 300,000 تومن باشه یارو گاو و خر همه چی با هم قاطیه. بهش پیام دادم، یه لحظه صبر کنید دوستان. داداش نمیخوام بهش پیام دادم داخل چت، اگه دیوار عزیز بله دیده پیاممو دیده. حاجی من ویدیو میکنم ادامه رو بهتون میگم. حالا دیده بودین گوسفند 300,000 تومن؟ اگه گفت واقعا همین شکلیه من یه ویدیو دیگه میذارم پارت 2، حتما ببینید عشق کنید.